درود شنوندگان گرامی. با توجه شما گفتار ادبی از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضل‌الدین محمدیف در قرائت هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری. آغاز گفتار 15. چند دور شد؟ باز سوال میکند اسرافیل. دوری آخرین ماند عزیزم. اسرافیل با حیرت بر رویم مینگرد تا بفهمد که چرا با آهنگ رقت آمیز او را عزیزم میگویم. طواف کعبه به آخر رسید. در مقابل در زرین مقام حضرت ابراهیم واقع گشته است. مقام ابراهیم چیزی است مانندی منبری وعظی است که در مسجدها می شود. وی باز به زینه شباهت دارد که در ایرودروم ها برای سوار شدن مسافران به تگ در هواپیما می برند. در بالای این زینه تخت سنگی است. در وقتش حضرت ابراهیم به آن پای مانده در اطراف سنگ مقدس دیوار کعبه را برداشتند. ثانی همراه پسری از قربانی زنده مانده اشان حضرت اسماعیل کعبه خودشان ساخته را نخستین بار طواف کردند. بعد خداوند گفته است: ایا ای خلیل ما، یعنی های دوستی صمیمی ما، تو و پسرت کاری سره کردید، اما تنها طواف کردنتان خانه ما را کفایت نیست. دیگران را نیز به طواف خانه ما جیغ زنید. آنگاه حضرت ابراهیم در بالای همان تخت سنگ دوباره برآمده جار میکشند که های خلایق به مکه بجتابید و خانه پروردگار را زیارت کنید. در حال از مغرب و از مشرق، از قطب شمالی و قطب جنوبی بندگان خدا خطاب میکنند: لبیک اللهم لبیک، یعنی که لبی خدایا، خداوندا، لبی انا ما به خدمتت حاضر شدیم. عباره لبیک اللهم از همان روز باقی مانده است. لقب خلیل الله یعنی دوست صمیمی الله به حضرت ابراهیم از همان ایام چسبیده است. باعث شهرت مقام ابراهیم نیز انا همین واقعه هایند. باعث شهرت مقام حضرت ابراهیم نیز انا همان واقعه هایند. موافق قاعده های حج 2 رکعت نماز خواندن در زیر پایه های این زینه فرض است. لیکن زمین کفیده حاجی برآمده است و نه فقط برای خم راست شده سجده به سوی کعبه کردن، بلکه برای یک جفت پای هم جای نیست. خیریت علمای شریعت پناه در مورد لازم دانستنشان بعض دیگرگونی ها جاری می کنند. علما کیها فتوا دادند که اگر برای سجده جای نباشد، با کتف یا دنبه همدیگر سر مانده عبادت کردن رواست. همه چنین می کنند. اکنون آب زمزم خواهیم نوشید. در پهلوی مقام حضرت ابراهیم کلبه هست که نیز با 1000 رنگ و 1000 نقش زیب و زینت داده اندش. از شاهی تگی آن کلبه با موتورهای الکتریکی آب کشیده به بام می برارند. بعد آب شفا از بام با پای خودش به پایان جاری می شود. در بیرون کلبه هم چمک‌های بسیار استوار کردند. می توانید از آنجا کف دست یا دهانتان را داشته شکمسیری بنوشید. ولی در طواف اولین داخل کلبه شدن شرط است. به خانه‌ای که فقط 20 کس آزادانه به پا ایستاده می تواند، تا 90-100 کس خود را انداخته است. از بلندی صوفه شکل مدوری که در مابین خانه از تخته ساختند، 2 مرد با 2 رده های غوث ریزینی
به ظرف‌های ثواب طلبان به دهان و حلقوم جوجسان یله کرده ای آنها آب می ریزد. آب فجی تیره رنگ چاه را آنچنان می نوشند که گویا در بیابان سوزان بعد تشنگی کمش یک ماه به آب شیرین جان آفرین رسیده باشند. حاجیانی به قوت و چالاکتر نوک روده را از هوا داشته و با زوری به سوی خود کشاله کرده به دهانشان می دارند. نفس گردان شده از فرق سر تا نوک پای به آب تبرک تر شده می نوشند. ریش و فش، دهان و بینی، چشم و ابروان خود را غرق جریان کرده می نوشند. از آبی برای نفس پریده سلفکنان سوپ سرخ می شوند. چشمانشان قریب از کاسخانه بیرون می جهد، اما در همین حالت هم روده را سر نداده آب حیات می نوشند. گاه آبدار آتشین شده به سر این گونه حاجیانی بد نفسی گستاخ با نوک روده سخت یک دو تا می فرارد. جای شته خورده به مثل ایزی تازیانه سرخ شده در آن یک انگشت بلند می شود، اما حاجی از این سیله بیشتر خرسند می شود، چون که این سیله هم تبرکی است، این روده هم تبرکی است. اکنون همان جای شته خورده و سوپ سرخ شده بردمیده نیست به شبهه تبرکی است. سیدی راهبلد به مردان آبدار چیزی گفت. از افتش گفت که ما مهمانان علل خصوص معتبریم. مهر میزبانی مردک بجوش آمد و او جریان آب را به سر گروه ما پهن کرده پاشید. وی خیلی وقت آب می پاشید و همسفران ما از آب زمزم و این بختی کم اندر کم سرشار گشته به وجه آمدن و بلند بلند شکرانه گویان در زیر سیل مبارک مدعای تب بالیدند که بالیدند. بنده پچکه سیگاریت و گوگردی را که در مغز چینهای احرام پنهان می داشتم دو دسته از آب محافظت کرده زور می زدم که زودتر از تگ فواره دور شوم. اما اسرافیل دامنگیرم بود و نمی گذاشت که از دیگران تیزتر حرکت کنم. نهایت بیرون برآمده از زن هندی سیما کفش های خود را گرفته به دست برداشتیم. خزینه‌بانمان $1 به او بخشش داد. بدتر دانستم که در خانه خداوند صدها نفر این گونه زن و مردان مسافر هستند که با کفشبانی پول یافته برای قوتی لایمود و راه کرای خود مبلغی میغون دارند. از بالای جای نمازهای پهن حاجیان، از بالای سر و پشت آنها جهیده به کنار برآمدیم. پس به زیر ایوان بلندی دراز داخل شدیم. اینجا یکی از 4 طرف همان ایوان دو آشیانه نوبنیاد بود. کوه‌های صفا و مروه در تگ همین بینای بلندند. در یک گوشه‌اش کوه صفا، در گوشه مقابل آن کوه مروه. اگر آن کوه‌ها نیز مقدس نمی بودند، آنها را سنگ تپه‌ای نه چندان بلند گفتن ممکن بود. صفا و مروه هم قصه دارد. کسی آن را نداند، نخواهد دانست که
از چی سبب هزاران نفر حاجیان نیم برهنه بین این دو کوه دو تاز میکنند؟ حضرت ابراهیم خلیل الله دو زن داشتند. کلانیشان حضرت بیبی سارا، خردیشان حضرت بیبی هاجر. حضرت بیبی سارا هرچند قرابتی به الله تعالی داشته شوهرشان و خودشان را خوب می دانستند، لیکن از کینه و عداوت به پلنج صاحب جمال خود به هیچ وجه خلاص شدن نمی توانستند. اژدهای رشک به سینه حضرت پیوسته حمله ها می کرد و ایشان به سر حضرت خلیل الله هر شب غوغای و ماجرای نو می برداشتند. بیبی سارا عاقبت دوستی الله را مجبور کردند که زن دویومشان را به بیابان پیش کنند. حضرت خلیل الله گردن خارخاران بیبی هاجر را به بیابان بین حجاز برآورده ماندند و گفتند علاج دیگر نیست عزیزم، بیرو پناهت به خدا. بیبی هاجر حامله بودند. بعد سرسانی و سرگردانی چند روزه کودک تولد شد. حضرت بیبی کودک را در متاع پیچانیده بر روی زمین گذاشتند و خود به جستجوی آب در آمدند. در سر کوه برآمده دیدند که آب نیست، اما از طرف کوه دیگر صدای به گوش می رسد که انا آب در اینجاست میگوید. پس به سوی آن کوه دویدند، دیدند که در اینجا هم آب نیست، اما همان صدای امید بخش اکنون از کوه دیگر می رسد. پس گشته به آن سو دویدند، باز به این سو دویدند، اما آب نبود که نبود. از روایت مأخذهای مقدس معلوم نمی شود که زن نوزاییده را محض کدام بیمغز بی‌تمیز فریب داده به این سو و آن سو می تیزانید. لیکن همینش معلوم است که حضرت بیبی هاجر 7 مراتبه به این کوه و آن کوه برآمده فرآمده اند. باز اینش انیق است که آن کوه ها محض همین سنگ تپه های صفا و مروه بودند. حضرت بیبی از دوادوی بفایده شلپر شده مایوس و ناامید به سر کودک بر می گردد و می بیند که از تگ کودک آب برآمده است. حضرت اول گمان می کنند که پسرشان بار یکم ازار تر کرده است، اما چون درستتر ذهن می مانند می فهمند که از تگ پای حضرت نوزاد چشمه فواره می زند. عیان می شود که کودک در نبودن مادر بیکار نخوابیده، با پاچایکان خود رگ تگش بوده را این طرف و آن طرف پاش داده است و در نتیجه چاه به وجود آمده از آن آب برآمده است. بله، انا همین آبی زمزمی که حالا سر تا پای ما از نمی با برکات آن بهره‌مند گشته است، ثمره پاچک زنی حضرت اسماعیل پیغمبر نو به دنیا آمده بوده است. سیدی راهبلد آیت‌های زیارت صفا و مروه را می‌خواند، همه با آوازی گرفته تکرار می‌کنند. مسافه بین دو تپه تقریباً 300 متر می‌آید. مرشروط زوجه عالی مقام پیغمبر را تکرار کنان 7 مراتبه به این کوه و آن کوه برآمده می‌فراییم.
در جایی که حضرت بیبی آهسته گشتند ما نیز آهسته می گردیم، در جایی که تاختند می تازیم و در جایی که نه تاخته و نه آهسته گشته بلکه یرغه کردند ما هم یرغه می کنیم. حاجیان درمندی بپا را در اینجا از زنبرها فراورده به عرابچه های دوچرخه یا سه چرخه بیمارنشین سوار کردند. چنان در طبابتخانه ها می کنند عرابچه را پیش انداخته می رانند. خیریت که بروی سنگ ها مخصوص برای این عرابچه ها از تخته پیرهی ساختند، وگرنه از بردار و زنی روی سنگ های ناهموار سیاحت شریفی حاجیان بیمار به سیاحت واپسین مبادل می گردد. همان بیت شاعر را که در خرطوم مصرع دویمش هیچ به یادم نمی رسید به اختیار تکرار می کنم. اکنون به یادم آمده بود. پدرم روضه رضوان به 2 گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جو نفروشم. قربان چی میخوانی؟ میپرسد اسرافیل. آیت میخوانم. ها، به گوش من کلمه های زبان دیگر بر این رسید. گوشت نقص کار میکند. به زبان خودم میخوانم. میخواهی تکرار کنم؟ کنی بگو؟ بیت را تکرار کردم. این چی معنا داشته است؟ بعد ترجمه میکنم. به هوای یک کچار خیز دویده آیت ترجمه کردن آنقدر کاری براحت نیست. روسی گپ نزنید. کسی از پس بانگ زد به سر ما. این کس ملا عبدالرازق جان اکای مجمجدهان بود. من در دلم به او این لقب را انعام کردم. دهانش دائما جنبیده می ایستد. حتی در راه مکه مکرمه سوار تاکسی می رفتیم و او از خلطه از چیزی برآورده می خواهید. روسی گپ نزنید تکرار نمود او از افتکار برای آنکه فرمان خود را بیشتر قوت دهد. لجام مخصوم را عقلاً سهل کشیده ماندن خوب می شد تا که از طبق نغیلند. اما در اینجا مناقشه کردن ممکن نیست. مسجد جای هر گونه کار ناشایان نیست. تأکید می کند مقال خلق. کعبت الله باشد مسجدی مسجد هاست. غیر از این هر کس در موسم حج بحث و مناظره کند جریمه می دهد. به ضمن همه این 12 عصر است که بعد شنیدن فرمایش علما چون و چران نمی گویند. اگر جان شیرین باشد با همین ملاحظه ها لام نگفتیم، دوغ مقسوم را برداشتیم. شنوندگان گرامی، شما گفتاری ادبی را از سلسله خوانش بدیعی از روی اثر درون دنیای نویسنده خلقی تاجیکستان فضلالدین محمدیف شنیدید. راوی هنرمند شایسته تاجیکستان باباخان ستاری، کارگردان شیرعلی نغزلی، محرر عابدجان سیدزاده. انجام گفتاری 15.